با نام و یاد خدا و عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما همراهان گرامی. امروز با ارائه سامانه نظارت و مانیتورینگ سلامت محیطی در خدمت شما هست. ابتدا باید خدمتتون عرض کنم که این سامانه با سر تکنولوژی‌های روز دنیا نظیر IoT که همون اینترنت اشیا است و سایر تکنولوژی‌های دیگه توسط مجموعه ما تهیه و تدارک دیده شده و خدمت شما تقدیم میشه. ابتدا باید توضیح بدم این پنلی که در واقع شما مشاهده می‌کنید پنلی که به طور اختصاصی برای یک مرغداری تهیه و تدارک دیده شده که خب شاخص‌های مختلفی نظیر دما، مونوکسید کربن، رطوبت، اکسیژن، آمونیاک، نور و غیره هست که خب بر اساس نیاز اون شغل و خب اون مرغداری براشون تهیه دیده شده تا به صورت در لحظه از اطلاعات و شرایط محیطی اون سامانه و اون بخش خودشون مطلع بشن. ولی خب برای کسب و کارهای مختلف و در لوکیشن های مختلف و حتی با سنسورهای مختلف، یعنی سنسورهایی که وضعیت مطالب دیگر رو نشون بده، یعنی حتی چیزهای دیگه آب و هوا هست، برای مثال گلخونه، سردخونه، مرغداری، ساختمون، کلان ساختمان ها، دیتا سنتر ها، سرور ها، بیمارستان ها و خیلی محیط های دیگه هست که با استفاده از این تکنولوژی میتونیم از شرایط لحظه اونها به صورت برخط اطلاع حاصل کنیم. و خب فایده این کار چیه؟ صرفا دونستن این که خب چه اتفاقی داره اونجا میافته، دما چقدره، نور چقدره و یا چیزهای دیگه به چه صورت هست. خب این خودش یه حسنه که ما میتونیم به صورت لحظه‌ای از اتفاقاتی که داره داخل اون محیط میفته، شرایط دما و چیزهای دیگه مطلع بشیم. خب یه قابلیت دیگه‌ای که این سامانه در اختیار شما عزیزان قرار میده اینی که میتونید یک اکشنی داشته باشه، یک عملی انجام بدید. برای مثلا دمای یک جا بیشتر از حد ممکن میره بالا. خب ما مثلا میتونیم به اصطلاح فن‌ها رو روشن کنیم و خنک کننده ها رو فعال کنیم و خب شما اینجا توی همین ثانیه میتونید دستور این رو بدید که خب برای مثال اگر دما از حد عادی فراتر رفت فن‌ها روشن بشن، یا گزینه‌های دیگه سنسورهای یک سری سنسورها رو قطع کنید، یک سری سنسورها رو وصل کنید، به اصطلاح یک اکشنی رو بر اساس اون اتفاقاتی که میفته انجام بدید. و خب این خیلی به درد همه کسب و کارها و هر نوع کسب و کاری که شما دارید میخوره و میتونه خیلی کمک کنندتون باشه تا بتونید از راه دور رصد و پایش در لحظه داشته باشید اتفاقاتی که داخل محیط میفته و بر اساس اون اتفاقاتی که میفته تدابیر لازم رو انجام بدید و خب سنسورهای دیگه و اکشن‌های دیگه رو فعال کنید تا اجرا بشه. با تشکر از توجهی که به من داشتید، خیلی متشکرم. روز خوش.